الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سوال آمده است که آیا یگان راه هست یا یگان عملی هست که بعد از انجام دادن همان عمل انسان رسول الله را در خوابش ببیند؟ یا به عباره دیگر بگیم انسان چیکار بکند که رسول الله را در خوابش ببیند؟ برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، البته همه من شما میخوایم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در خوابمون ببینیم و این من گمان میکنم خواست هر یک فرد مسلمان است، زیرا که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را از پدر و مادر و فرزند و از همه چیز زیادتر دوست می‌داریم. اما یگان عملی مخصوص برای دیدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود ندارد. درست است در کتابچه‌هایی که 10 صفحه و 20 صفحه در تاجیکستان معروف است و پهن می شود، به مانند فرض عین والله اعلم، به مانند این دیگر کتابچه‌هایی که صوفیان نوشتند، در اونجا نوشته شده است که هر کسی که شب پنجشنبه، یعنی شب جمعه، روز پنجشنبه شبانه، شب جمعه چند رکعت نماز خواند، رکعت زیاد، یعنی رکعت‌های گوناگون تا توانستش نماز نفل خواند و 1000 بار صلوات بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بفرستد، 1000 بار انیق، 1000 بار صلوات بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بفرستد، همون شب اگر خواب بکند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در خوابش می‌بیند. ما میگیم که این سخن بدعت است و کسی که این را نوشته است این یک صوفی هست، از عقیده تصوف برخوردار است و این صحیح نیست و درست نیست، چرا که این نمود عمل نه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نقل شده است و نه از صحابگان و نه از تابعین. تا امروز هیچ کسی نقل نکرده است از صدر اسلام. خیلی که معروف است رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن بهترین قرن من است بعد از این آیندگان و بعد از این آیندگان، یعنی صحابگان، تابعین، تبع تابعین. اما از صحابگان، تابعین، تبع تابعین هیچ روایت نیست که اونها گفته باشند که شب جمعه شما بیگاهی پنجشنبه، شب جمعه شما یا چندین رکعت نماز خونید، 1000 بار صلوات بفرستید، رسول الله رو در خواب میبرید. این چنین وجود ندارد و البته این عملی بدعت است. اما باید انسان هر شب نماز نفل بخواند، نه به خاطر دیدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خوابش، به خاطر الله، و صلوات را همیشه زیاد بگوید، برای که گفتن صلوات این یک امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و امر اولا الله است که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ای اونانی که ایمان آوردید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را صلوات بگویید، زیرا که الله و ملائکه‌اش بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات میگن. یعنی صلوات گفتن الله این قدر و منزله و تو درجه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بالا بردن و درجهش را در نزد ملائکه ذکر کردن است. پس این دلالت میکند که صلوات گفتن به ما واجب است، صلی الله علیه و سلم است، صلی الله علیه و سلم. اما با این گونه که در یک شب معین یک صلوات معین گفتن، این البته بدعت است. پس هر کسی که میخواد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو در خوابش ببیند، اولا باید اخلاص به الله سبحانه و تعالی داشته باشد و پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در تمام عملها بکند و اولین پیروی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در عقیده بکند، موحد باشد و شرک پاک باشد و در تمام عملها پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکند و هر کسی که عمل رو کرد البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو ان شاء الله میبیند.